قاعده 45 توحید و شرک در وسیله را بدانیم. یکی از موضوعات بسیار جنجال برانگیز در عصر امروزی، مسئله چی هست؟ مسئله وسیله هست که بعضی از دوستای ما وقتی که بحث میشه وسیله را معنایش درست نمیفهمه و ما و شما باید مکلفیت داریم که معنای وسیله را از قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بفهمیم. مثلا وقتی آیات قرآن میخوانیم که وابتغوا الیه الوسیله، شما به الله وسیله بگیرین. این آیت شریف است. الله سبحانه تعالی میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اینجا الله متعال میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما تقوا بکنین از الله و به الله وسیله بگیرین. اینال در تفصیل وسیله ما یکی فهم علماء صحابه هست، تابعین است و تبع تابعین هستند و یکی فهم معاصر است که بعضی از دوستا به شکل معاصر ایره وسیله را مطابق ذهن خود تفسیر میکنن. اینال علمای اسلام در این باره چی میگن که ما وسیله چی هست؟ وسیله را میگن اصلا وسیله دو قسم است، یکی وسیله تکوینی هست و یکی وسیله تشریعی. وسیله تکوینی چه هست که در عالم هستی که ما و شما زندگی میکنیم، در عالم اسباب، این وسایل تکوینی هست. چی معنی؟ وسایل تکوینی را الله متعال خلق کرده. مثلا الله بر ما میده خلق کرده، برای از اینکه این میده ما و شما سیر شود، الله متعال وسیله سیر شدن از این غذا را خلق کرده. تشنگی هست، وسیله تکوینی برای رفع تشنگی چی هستن؟ آب است. پس این وسایل چی هستن؟ مثلا مریض است، الله متعال برای هر مرض یک دوا را خلق کرده. پس اینال این وسایل تکوینی گفته میشه که ما وقت غذا میخوریم یا پیش دکتر میریم یا آب مینوشیم، اینی وسایل تکوینی هستن که این هم از طرف الله خلق شده و از طرف الله بر ما و شما اجازه داده شده است. قسم دومش که است وسایل تشریعی هست. وسایل تشریعی چی است؟ که وقت ما یک کاری را میکنیم به خاطر چی میکنیم؟ به خاطر تقرب و نزدیک شدن به الله متعال. الله متعال بر ما وسایل را تعیین کرده که از او وسایل ما استفاده میکنیم و خدا به الله نزدیک میسازیم. قرآن عظیم الشان یک آیتش آیت دیگر تفسیر میکنه. مثلا شما ببینید در سوره العصر، در سوره العصر الله متعال میگه که والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر الله قسم یاد میکنه، میگه قسم از به وقت که انسان در زیان و نقصان است. کل انسان ها، ان الانسان، علما میگه الانسان وقتی گفته شد این الف لام که به معنای جنس است، یعنی جنس انسان. این انسان مذکر است، مؤنث است، این انسان مثلا هر رتبه و هر مقامی که داره این در زیان و نقصان است. اینال انسان ها در زیان و نقصان هستند، لکن استثناء میشه از سه شخص، الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان دارن. این وسیله اول نجات است از خسران. وسیله دوم نجات از خسران چی است؟ عمل الصالحاتی، اعمال صالحه هست. و وسیله سوم که انسان از خسران نجات میده، قرآن چی میگه؟ دعوت است. آمنو و عمل الصالحات و تواصوا بالحق، یعنی مردم به حق دعوت میکنه، حق بر مردم بیان میکنه. شما وقتی که حق بر مردم بیان میکنین، اینی شما را از عذاب الله نجات میده. و صبر، مردم مثلا دعوت میکنین به صبر. پس این ببینید قرآن عظیم الشان ایره چی میکنه. خب حالا مثلا به خاطر که همین مشکل رفع شه و اکثرا ما نظر فرد، خصوصا ما و شما در قرن 14 بیاییم و یک اصطلاح قرآنی را از دل خود تفسیر بکنیم و بگوییم که این معنا را میده، این غلط است. ما مکلفیت مایی است. فقه اکبر، وقتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده را میگه فقه اکبر است و دیگه
مسائل که است، احکام که است، اینا معاملات، اخلاقیات یا فقه اصغر هستن. حال وقتی که فقه اکبر شد، خود فقه چی هست؟ فقه نوآوری نیست. فقه علم، یکی فقه هست یکی علم است. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. چی معنی یفقهه فی الدین؟ این علما میگن فرق است بین علم و بین فقه. علمی است که کسی یک چیز نویره از عقل خود، از فکر خود، از مطالعه خود، از اجتهاد خود یک چیز را نو تأسیس میکنه، این فقه علم میگن. اما فقه چی است؟ فقهی است که شما می عقلتانه، شما می علمتانه کلش در فهم قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم صرف میکنیم. از خاطر میگه فقه الکتاب، شما باید کتاب بفهمین، قرآن بفهمین. همین قرآن وقتی که یک آیت قرآن میشه، فقه السنه یعنی سنت، شما کدام آیت نو نمیارین، بلکه اینمی آیتی که در قرآن است امیر درست بفهم، اینمی حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته ایره بفهم. از این خاطر علما میگه وقتی یک آیت قرآن در یک مورد آمد، بازی آیت قرآن کی تفسیر میکنه؟ در بسیاری حالات است که خود قرآن تفسیر میکنه. بعضی حالات است که باز قرآن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنه؟ تفسیر میکنه. اما آیت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم یا قولی گفته یا عملی او را عمل کرده و یا هم صحابه عمل کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا را تایید کرده. پس اینی هستن. بعد از اون میایم سر اعمال صحابه. آیات قرآن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما و تو که خوبتر میفهمیدن، چون اونا به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک بودن، شاگرداش بودن، اونا تفسیر میکنن. و باز بعد از مثلا ما میایم سر مفسرین هستن، علما هستن، فقها هستن که از ما و شما که بسیار رتبه های بلند داشتن، میایم اونا در این باره چی میگن. مثلا ما دیدیم آیات قرآن است که الله متعال میگه که وابتغوا الیه الوسیله. خب اینجا بعضی ها آل معاصر، بعضی کسا وسیله را اشخاص قرار میدن، اما بعضی های دیگه میگن نه، وسیله اشخاص نیست، این وسیله که در قرآن است وسیله اعمال نیک خود انسان است. آمنو و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. در کجای والعصر آمده که تو به شخص مراجعه بکن؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا، یک وسیله دومش و عملوا الصالحات، وسیله سومش و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. پس ایمان خود انسان و اعمال خود انسان این وسیله هست برای نجات انسان. از این خاطر الله میگه وابتغوا الیه الوسیله. اما بعضی از معاصرین امروز که هستن که جرا بحث میکنن میگن نه، این وسیله اشخاص است. خب آیا وسیله اشخاص است و یا وسیله اعمال است؟ مراجعه میکنیم مثلا به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید مفسرین هر کدام از اینا آمدن. قتاده رحمه الله تعالی در چی میگه؟ در تفسیر آیه چی میگه؟ وابتغوا الیه الوسیله، شما به الله وسیله بگیرین. خب همین وسیله رو چی میگه؟ میگه ای یعنی تقربوا الیه بطاعته والعمل بما یرضیه. شما خود به الله نزدیک بسازین به دو چیز. به چی؟ اطاعت الله و عمل به آنچه که الله را راضی میسازه. ایره کی میگه؟ ایره قتاده میگه. خب مرجعش کجا هست؟ مرجعش تفسیر طبری، جامع البیان فی تأویل القرآن، تألیف محمد ابن جریر ابو جعفر الطبری. صحیح است؟ اینی هسته در جلد دهم صفحه 291. خب علامه ابن جریر طبری خودش چی میگه؟ میگه که تقرب و نزدیکی به دربار الله را به عمل نمودن به آنچه الله را راضی میگرداند طلب نمایید، به عمل نمودن. پس اینجا وسیله چی شد؟ عمل شد، نه شخص. ببینید علامه حافظ ابن کثیر و ابن کثیر دمشقی صاحب تفسیر قرآن است و کل علما این میشناسن که تفسیرش یکی از تفاسیر معتبر است. تفسیر طبری یکی از تفاسیر معتبر است و تفسیر ابن کثیر یکی از تفاسیر معتبر است. حافظ ابن کثیر میگه تقرب زمان حاصل میگردد که کسی اوامر الله را مطابق طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام بدهد. خب صاحب تفسیر منتخب چی میگه؟ میگه آنچه را طلب نمایید، وابتغوا الیه الوسیله، میگه آنچه را طلب نمایید که شما را به ثواب نزدیک می نماید از اعمال نیک و کارهای خیر.
چی گفته شد؟ وسیله رو چی گفت؟ اعمال نیک و کارهای خیر. یعنی اگر یک کسی مثلا اخلاص داره و میخواد دین درست بفهمه، یکی نظریات شخصی هست، به نظر هر کس انسان احترام میکنه، لکن دین وقتی که هست، دین از اهل دین گرفته میشه. دین از ما و تو که ابن جریر طبری که اقوال صحابه و تابعین و تبع تابعین در تفسیر خود جمع کرده، از ما و تو که تفسیر قرآن خوب میفهمه. علامه ابن کثیر از ما و تو که بسیار خوب میفهمه. فهم ما و تو را اعتبار نداره. فهمی که اعتبار داره؟ فهم اینمی علمای اسلام، فهم صحابه، فهم تابعین. صاحب تفسیر مفاتیح الغیب. مفاتیح الغیب یکی از تفاسیر است که این مثلا چی میگه؟ میگه بدان که تمامی تکالیف شرعی در دو چیز حصر شده است که سومی نداره. تمام تکالیف شرعی میگه دو چیز است. اول آن ترک ممنوعات است و الله میگه با آیت قرآن گفته واتقوا الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. صحیح؟ پس میگه کل امور دین در دو نقطه خلاصه شده. دمی آیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. میگه اول دین چی هست؟ ترک ممنوعات است. الله گفته از این ممنوعات دوری بکنین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از الله بترسید. دومی چی است؟ میگه دومی آن این گپ معنی غیب است. متوجه هستین؟ این میگه دومی چی است؟ میگه دومیان اجرا نمودن اوامر که به آن توسط وابتغوا الیه الوسیله اشاره شده هست. یعنی میگه در آیت الله دو امر گفته: اتقوا الله، از ممنوعات دور شوین، و وابتغوا الیه الوسیله، اوامر الله را چی کنین؟ عمل بکنین. یعنی این هم منظورشی است که وسیله شرعی که ما را میتونه به الله نزدیک بسازه چی است؟ اعمال خود انسان است، نه اشخاص. صاحب تفسیر الوسیط او چی میگه؟ او میگه وسیله به وزن فاعله به معنای آن چه توسط آن توسل صورت میگیرد و به الله انسان را نزدیک می نماید. چی؟ از انجام دادن طاعت ها و ترک گناهان. اعمال انسان. سعی کن شما، یعنی یک چیز اجماع هست، اجماع امت اسلام است که وسیله اعمال صالحه خود مسلمان است. امروز بعضی کسا میگن نه من وسیله چی رو میگیرم؟ فلانی شخص میگیرم. کوکی زیاد دنی استدلال میکنه، چون دنی زیاد استدلال میکنه. همیشه ما در مجالس دیدیم گفته که این الله میگه که وابتغوا الیه الوسیله، ما پیش از شخص میریم این وسیله میشه برای چی؟ برای نجات. این وسیله نیست، یکی واسطه هست، یکی وسیله هست. فهمیدین؟ یعنی در دنیا هم دو چیز است. شما محصل هستین در پانتون، یا در وقت امتحان وسیله پیش میکنین یا واسطه. فهمیدین؟ یعنی وسیله چی است؟ درس خواندنت، عمل خودت، زحمت کشید، حاضرید، اینیا کلش چی میشه؟ وسیله نجات تو هست. از این خاطر 100 نمره میگیری. این شاگرد مثلا یک سطور نشه کرده، امتحان 20%، عمل خودت هست نیست، حاضری، کار خانگی، کار عملی، امتحان فاینل. باز برای هر کدام از چی داده؟ این 10 نمره داره، 20 نمره داره، 50 نمره داره. باز ما کل لذیره برش میتیم. پس مجموع اعمال شما بالاخره 100 نمره میشه. پس خودت برای کامیاب شدن در امتحان از چی استفاده کردی؟ از وسیله که اعمال خودت است. واسطه چی است؟ که نمی شاگرد درس نمیخونه، زحمت نمیکشه، کار خانگی نداره، حاضری نداره، در امتحان 0 است، پارچهش خراب است، باز میرسه یک نفر پیدا میکنه، باز پیش تو چی میکنه؟ صاحب امی ناکام میشه، امی بچه که تراس عذر میکنه. این چی میگن؟ این واسطه میگن. این در دنیا هم وسیله، این در امور دنیایی است. در امور اخروی چی است؟ در امور آخری وسایل الله بر ما تعیین کرده. چی تعیین کرده؟ ایمان، اعمال صالحه و احکام اسلام. و رسول الله سمعه که الایمان بدع و 70 شعبه، 70 چند شعبه داره. متوجه هستین؟ پس اینی اعمال صالحه خود انسان که ایمان انسان است و اعمال صالحه است و دعوت انسان است، اینی وسیله هست برای چی؟ برای نجات انسان از خسران در روز قیامت.
اما بعضی کسا چی میگه نیست من نماز نمیخوانم، اونجا جماعت است میره پیش یک شخص و میگه باز او شخص ما هیچ نمازها را نخواندیم، تو من صاحب چیکو از دوزخ نجات بده، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دختر خود که سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها است برای میگه یا فاطمه بنت محمدن، ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و سلم اعملی لنفسک، خودت برای خود چی کو؟ عمل بکو بر نفست، اینی لا اغنی عنک من الله شیئا، ما در روز قیامت نمیتونم که بر تو را نجات بدم در صورتی که ایمان تو ضعیف باشه، اعمال نداشته باشی، اعمال و ایمان تو را باید به طرف چی؟ جنت ببره. سعی کن دختر خود از این خاطر عامل ترین و با تقوا ترین و با حجاب ترین شخص در بین زنها کی است؟ دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پسر نوح علیه السلام بچه خود نجات داده نتانست، حتی وقتی که آمد برای الله گفت که پروردگارا تو خو گفته بودی که من اهل تو را نجات میتم، آل خو وقت غرق است ای خو اهل ما هست، الله برش میگه که کافر اهل تو نیست ولو که از نطفه تو تولد شده باشه، ولو که فرزند سکید باشه اولاد تو باشه، لکن انه لیس من اهلک. پس از این خاطر یک شاعر مسلمان چی میگه؟ میگه پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. این وقتی که امرای کافر و بیدین شیست نبوتش حتی پدرش برش فایده کردن نتانست. شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم کاکایش که بسیار کتش زحمت کشیده بود، کمک کرده بود، سالی که مرد او را سال حزن میگن، بسیار خفه شد و هر قدر که کوشش کرد انال الله متعال برش گفت که انک لن تهدی من احببت، ای پیغمبر تو دعوت میکنی، تبلیغ کار تو هست، هدایت کار ما هست، تو نمیتونی کسی را که دوست داشته باشی او را تو هدایت بکنی، ولکن الله یهدی من یشاء، الله هر کسی را که خواسته باشه هدایت میکنه. کسی را که پیغمبر بد میدید، در نظرش بسیار زشت معلوم میشد، در دلش بسیار از او درد دیده بود، وحشی بود، وحشی در وقت کفر خود گرفت مثلا کت نیزه زد حمزه رضی الله تعالی عنه را شهید کرد و به امر یک زن چی کرد؟ گرده های از او را کشید، شکمش پاره کرد. یعنی شما تصور بکنید که یک کسی بسیار در قلبتان شیرین است و دوست است، ما شما وقتی که یک کسی بسیار دوست داریم اندک دندانش درد میکنه دل ما تکه میشه. یک کسی مثلا یک ضربه عادی مثلا همین قاری طاهر، من بخیر قاری طاهر بر من مثل اولادم واره است، این 30 سال پیش شاگرد ما بود، تا همیال تا احساس استادی و شاگردی است. باور بکنید اون روز که یک کمک گفتن که کدام کسی رو کت چیز زده بود، کت چوب یا کت هر چیز در سرش، اما تو دل ما یک قسم برشم سرش سایل میکردم، گفت که نه استاد خوب است، یک کمک چیز شده بود جور شده. تصور بکنین یک کسی را دوست داری و یا از اقاربت است یک کسی فرزند تو را پیش روت یک سیلی میزنه، چقدر حسابت خواهد. تصور بکن که کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم که برادر رضاییش هم از حمزه و این شکمش پاره میکنن در پیش روی عوام مردم، در کل مردم چی هستن و به شهادت خو رساندن، کشتنش خو، جنایت خو کردن، لکن آل دل از کافرها یخ نکردن، می بالا سر از ایستاد میشه و رسول الله صلی الله علیه و سلم اما تو مشاهده میکنه و اشکا قطرات از چشمش اما تو پایین شده میره و میبینه که کار ده میگیرن سایب از زمین شکم حمزه رضی الله تعالی عنه را پاره میکنن، اما تو دو توتش میکنن و از بین شکمش همین جگر و مثلا گرده و گپاش هم تو کش میکنن و همین چیز میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین لحظه را که میبینه یک زن از بنام هند و یک مرد از بنام وحشی و همین قدر جنایت در وقت کفر خود میکنن، لکن روز میشه که اینمی وحشی میگه یا رسول الله من مسلمان میشم، رسول الله صلی الله علیه و نمیتونه که ایمان از رو رد بکنه. هند در بین زنها شیشته رسول الله صلی بیعت میگیره در روز فتح مکه، استاد میشه
و بیعت میکنه به رسول الله صلی الله علیه و برش میگه که من هند هستم و رسول الله صلی الله علیه و سلم امو حالت در نظرش می، لکن امیر رسول حق نداره که ایمان کس را چی کنه؟ رد بکنه. چرا ایمان است که نجات میده و برشان میگه که چی کس کلمه لا اله الا الله کس تمام کفر شما را چی میکنه؟ از بین میبره. از این خاطر وحشی خودش میگه او یک آدم کس بعضی کساست دمی کافری خودم خوب تو نر کافر است، باز که مسلمان شدم تو خوب نر مسلمان است. یک کس رو ببینید در وقت کفر خودم چندان شی نبودن، در مسلمانی هم شعله وارد تمام روز خو خور فرشی است، از این به درد نمیخوره. صلاح الدین ایوبی وقتی که فتح میکرد امرای صلیبی ها جنگ میکرد، اینا تو خیمه ها زده بودن در صحرا، رفت خودش هم تو خیمه را سعی کرد. در خیمه رفت که چند تا جوان قرار وی آی پی خو هستن، یا که خواستن ساعت دو بشه، دید او خیمه که کلگی گریان میکنه، او خیمه دید تهجد هستن، دید که اونجا جوانا مثلا صبا جهاد است قط کفار مبارزه میکنن، دید که اونجا کل خیمه در عبادت مشغول است. یا خیمه میره که قرار کلگی هم تو خرفش خواستن. قماندان خدا گفت امیر صاحب عزیز دلگای گفت این خیمه را در صف جهاد نمیمانی. ما که یگان دفعه تو اصرار میکنیم در بعضی مسائل، این هم تو مزاج دین است. گفت این خیمه را در بین در چی نمیمانی؟ سبا در صف جهاد نمیمانی. صف جهاد ما را منحوس میسازن، چتل میسازن. یه وقتی که یک دو تق تق قد باز میگروزن، دیگر ها را هم چی میکنن؟ نه از این اول برو کلش رخصت که بگو که شما صاحب رخصت هستین، هر قدر گفتن نه صاحب شما بفرمایید برین قرار استراحت تا در خانه تان بکنن، صف ما را خراب نکنین. آدم تنبل، آدم که در قلبش محبت به کتاب الله و سنت رسول الله نیست، آدمی که عقیده را دوست نداره و با قناعت خود نمیه و هیچ چی نداره، هیچ ارزش نداره پیش الله، ولو که انداماش تکواندو بازم باشه. یک وقت خالد ابن ولید که عمر رضی الله عنه یک موضوع را گفت، خب گفت سر ریش سفیدای با ایمان، چند نفر ریش سفید در حلقه رسول الله صلی الله علیه و آله بودن. خالد ابن ولید فتوحات کرد طرف روم، اینجا را بگی اونجا را بگی. یک دفعه مردم شروع کردن که الا خالد تو کرد. عمر رضی الله عنه در مسائل اعتقادی اونا بسیار جدی بودن. دیدن که خالد ابن ولید یک جنرال قوی هست که بسیار مناطق وقتی که با لشکر خود میره خوب نظم داره، خوب ترتیب داره، خوب تجهیز داره، ایسای دو منطقه میره. خالد ابن ولید وقتی که به طرف از عمر رضی الله عنه برش خبر رسید که هر کس میگه خالد تو کرد، عمر رضی الله عنه میبینه که مردم خالد یا مخلوق پرستی میکنن. این نصرت دین الله هست. الله هست که دین خدا توسط مؤمنا چی میکنه. فورا کاتب خدا میگه بیا اینجا. در این لحظه که جنگ بسیار قوی در اونجا، فتوحات اسلامی جریان داره در روم، عمر رضی الله عنه در این لحظه به خاطر که این مردم پشت فرد پرستی نکنن، شخص پرستی نکنن، آمد برشان گفت که منفک کنینشان. نشتكى من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى خالد بن ولید، مجردی که ختم بر تو میرسه، تو از رهبری و قماندانی لشکر خلاص هستی، عسکر هستی، بته کلاه جنرالی را بر کی بته؟ با ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. خط امونجا میره. خالد ابن ولید جنرال اسلام است. خالد ابن ولید وقتی که خط میخونه میگه سمعا و طاعت لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. چرا الله بر ما گفته که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پس ای اولی الامر ما هست بر ما میکرد سمعا و طاعت لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. ابو عبیده را میگه ابو عبیده یعنی کلاه جنرالی ما قماندانی بفرمای، ده فرق تو مرا رخصت بده. بعد از یک چند وقت خالد ابن ولید اینجا میگه من به خاطر دین الله هستم، اگر در رأس لشکرم قرار داشته باشم خدمت دین الله را میکنم، و اگر یک آدم عادی هم باشم شمشیر ما به خاطر الله هست. من در قضیه چوکی موکی نیستم. اکثر مسلمان ها که شکست میخوره در چی هست؟ در چوکی هست. وقتی که دو نفر سر چوکی جنجال میکنه سیست نه؟ اون میگه ما رئیس جمهور ما کلان بشم، میگه ما کلان بشم، میگه قدرت از ما باشه، او از ما باشه، بالاخره صاحب دو تا میزنن
این سومی نفر میگه نه تو باشی نه تو باشی. متوجه هستین؟ هر دویتان میگه به درد من نمیخوره. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه با اونم ایمان قوی که داشت آمد قرار در قطار استاد شد. ابو عبیده رو گفت فهمر کو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه رهبر و قماندان مجاهدین شد در منطقه. دیگر از خالد ابن ولید آمد یک مذاق میکردن در بین خود صحابه بودن. آمد پیش امیرالمومنین 6 تن دیگه قصه میکنن برش. عمر رضی الله تعالی عنه بر عمر رضی الله تعالی عنه گفت عمر گفت یا امیرالمومنین گفت اما وقتی که این خط منفکی مرا نوشته میکردی آیا تصور میکنی که اگر امو وقت ما چی میشدم؟ امو وقتی که خط نوشته میکردی اگر امو وقت ما بغاوت میکردم لشکر دور میدادم و امرت را قبول نمیکردم. گفت ما درباره ازی فکر کردیم. گفت چی میکردی؟ لشکر کلش امرای ما بود. گفت او وقتی که باز به خاطر بغاوت به ضد من میخیستی طرف میامدی طرف مدینه، باز لشکر تو از لشکر رحمانی به لشکر شیطانی مبدل میشد و برای از بین بردن لشکر شیطان امی 10 نفر ریش سفیدای مجلس من کافی بود. باز امی 10 نفر شمشیر میدادم که در مقابل لشکر تو که به شیطان مبدل شده بود باز من کتشان مبارزه میکردم. خالد ابن ولید میفه الله سیز فهمیدم گپ. پس اینال وسیله چی است؟ ما اگر اخلاص داریم، اگر تقوا داریم، اگر ایمان داریم، مراجعه بکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خصوصا کسانی که لباس عالم و لباس فقیه و لباس دانشمند و لباس رهبریت دینی و مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم که محراب و منبر است این ادعا میکنن. اینا مکلفیت دارن که در روز قیامت در مقابل الله استاد میشن و باید آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و تواصوا بالحق بکنن. یعنی مردم به حق دعوت بکنن، حق بر مردم بیان بکنن. اینی دین است، اینی مزاج دین است. حالا سعی کنین علما چی میگن. از این خاطر من زیاد مثالا رو به خاطر از می آوردم. صاحب تفسیر علامه شهاب الدین آلوسی، علامه شهاب الدین آلوسی یکی از مفسرین قرآن هست که این کل جهان اسلام قبول داره. حتی بسیاری کسایی که میگه ما متصوف هستیم تفسیر از بسیار احترام میکنن و میگن گپ ازی فهم ازی بسیار دقیق است. ببین که علامه شهاب الدین آلوسی رحمه الله تعالی در روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و 7 المثانی چی میگه؟ در امی آیت قرآن که چی هست؟ وابتغوا الیه الوسیله. میگه وسیله به وزن فعیله می باشد، به معنای آنچه که توسل به آن جسته می شود. توسط وسیله چی میشه؟ توسل جسته میشه. و تقرب به الله می نماید از فعل اطاعت ها، فعل اطاعت ها و ترک معصیت ها. عمل خودت فعل اطاعت میکنی و ترک چی رو میکنی؟ معصیت میکنی که از فعل وسیله گرفته شده که به معنای تقرب به او با چیز میباشد. پس علامه نصفی چی میگن؟ علامه شهاب الدین آلوسی میگه وسیله که از چی است؟ عمل خودت است. چی است؟ عمل نمودن به اوامر و ترک نواهی. اینا مفسرین قرآن هستند و ما وقتی که آیات قرآن تفسیر میکنیم در هر آیات قرآن باید تفاسیر از اینا کلشان پیش روی خود یکی بانیم و ببینیم که حق در کجا هست. علامه نصفی یکی از مفسرین قرآن است. تفسیر نصفی که ما در مدرسه دارالعلوم عربی کابل توسط علمای احناف در اون مدرسه ما امی تفسیر نصفی را میخوانیم.
حال وقتی که از تفسیر آلوسی گپ میزنی، از تفسیر نصفی گپ میزنی، از ابن جریر طبری گپ میزنی، از این مفسرین بزرگ که ما تفاسیرش را میخوانیم، حال که از او گپ میزنی 200 قسم نام سرت میگذارن. او برادری فهم درست شما غلط است. ابن جریر طبری، ابن کثیر، دمشقی، شهاب الدین آلوسی، علامه نصفی. ببین علامه نصفی تفسیر دانه به نام مدارک التنزیل و حقائق التأویل. ابوالبرکات عبدالله احمد ابن محمود حافظ الدین نصفی در 710 هجری این رحلت کرده و ما تفسیر از در صنف 11 و 12 مدرسه دارالعلوم عربی کابل مولوی صاحب سید رحمان مولوی صاحب سید رحمان از لغمان بود. کل دندانش هم ساختگی بوده که بر ما میمد دندانه خمتری میکرد، بر ما می تفسیر نصفی را درس میداد. سعی کنین علامه نصفی چی میگه؟ میگه کلمه وسیله برای هر آنچه که با آن توسل به الله میگردد استعاره گرفته شده است از انجام دادن طاعات و ترک گناهان. انجام دادن طاعات و ترک گناهان. آن چی میکنن؟ آن مثلا یک نفر در یک منطقه میشینه خدا برهنه کرده. همین نفری که خدا برهنه کرده میگه فلانی نفر یکی از اولیاء الله هست. چی کرده؟ خدا برهنه کرده. صحیح؟ خدا برهنه کرده، هیچ لباس نداره، ای ولی از اولیاء الله هست. ما میریم پیش ازی بر ازی میریم که ما را این نبی ببخشه، باز که مرد میریم برش میریم که نبی دوست الله هست. آیا همین شخصی که خدا برهنه کرده اطاعت از الله کرده یا معصیت الله را کرده؟ معصیت الله هست. چرا؟ ستر عورت فرض است. ستر عورت فرض است. یا یک کسی دیگه هست مثلا تنبور میزنه، دول زده، قیچک زده مثلا، اینا ولی از اولیاء الله میگن. همین که تنبور دول میزنه علمای احناف میگن که شهادت سازنده قبول نمیشه. در باب اموال یکی اموال متقوم و غیر متقوم میگن. اموال متقوم اموال است که مسلمان او را مالک شده میتونه. اموال غیر متقوم میگه شراب مسلمان مالک شده نمیتونه. و وسایل موسیقی را میگن. میگه وسایل موسیقی این وسایل چی است؟ وسایل فسق است. اول یک نفر 30 سال فاسقانه تنبور زده، این ولی الله هست. امر الله را اطاعت کرده یا مخالفت امر الله را کرده؟ پس اون با مخالفت امر الله یعنی ما و شما حداقل بفهمیم که دوست الله کی است، اطاعت. علامه شوکانی یکی از مفسرین عظیم است. متوجه هستین تفسیر داره به نام فتح القدیر. محمد ابن علی ابن محمد ابن عبدالله الشوکانی الیمنی. از کجا هست؟ از یمن است. متوجه هستین؟ چی میگه؟ در تفسیرش دمی قسمت وابتغوا الیه الوسیله میگه ظاهر این است که وسیله که قربت و نزدیکی میباشد، فهمیدین؟ میباشد بر تقوا به هر چیزی از نیکی ها صدق مینماید که بندگان به آن به پروردگارشان تقرب مینمایند. چی است نیکی ها؟ نیکی ها چی است؟ عمل صالح. خب علامه ابن تیمیه این هم یکی از علما هست. این چی میگه؟ این میگه وسیله‌ای که الله به آن امر نموده است که طلب گردد و از ملائکه و انبیا خبر داده که آنان هم آن را طلب می نمودند، وسیله است که به آن تقرب به الله صورت میگیرد از واجبات و مستحبات. چی است؟ واجبات و مستحبات. این وسیله است که الله مؤمنان را به طلب آن امر نموده که شامل هر واجب و مستحب میگردد و هر آنچه که واجب و مستحب نیست در آن داخل نمی باشد، خواه حرام باشد یا مکروه و یا مباح. پس تقرب با این حاصل میشه. در این باره یک کس سرش بحث کرده بود، من چی دیدم بهترین چیزی که در وابتغوا الیه الوسیله هست. اگر میخواین که خوب معنای زیر دقیق بفهمین، از جمله مفسرینی که در این قسمت در تفسیرش چندین صفحه سرزمین بحث کرده و بحثش بسیار قوی است، همین تفسیر روح المعانی علامه آلوسی هست. همین تفسیر شما یک مرتبه
در می آیت وابتغوا الیه الوسیله شما امیره مراجعه بکنید و این ببینید که بسیار بحث دقیق کرده و کاملا اشخاص مرده را که به نام وسیله پیش از این مرده میرن، این علامه آلوسی رد کرده، چند صفحه درباره امی کلمه نوشته کرده.